حالا شما یه زوق سره او که بیرم میخیرم چی؟ تایمی زوق سره میخیرم. برای عزیز شیرخان و رفیقانش شب را در کوه روز کردن عادتی دیرین است. هر یکی آنها شکارچی های پشتی اند. در کجای این کوه ها کدام جانور هست برای این جمعیت معلوم است. هر یکی آنها صحیفه خاطره دارند و هر گوشه ساکت این جای چون آنها جمعایند از صدای چخچخشان که سرگذشت های علاهیدند پر می شود. سوق ویران چندین سوق با همه که ویران شد که با جنگل تبدیل یافت. حالا دیگر از شکار جانوران و پیگیری آنها تنها می‌خواهند خاطره داشته باشند و بس. کار شبانه را برای بازداشتی نفران انتخاب کردند که می‌خواهند حیوانات نادر این منطقه را غیر قانونی شکار کنند. حیواناتی که در طبیعت تاجیکستان زندگی می‌کنند بدن وجود داشتند. مثلا 20 سال پیشتر حسابی هزاران چیزی که در سوانه‌های آمریکا را نشان می‌داد همه خیلی بسیار بودند. مثلا بوزی گوسفند بخارایی در این منطقه که ما موجود هستیم هم خیلی بوزی پرمشاخ ما حسابی هزاران در اینجا میگشتند. همین چیز انگشت‌شمار ماندگی است. همین چیزا همین نسبی همین عالم حیوانات و نباتات ما را مجبور کردن ما را به می آورد که ای پیامی کارشیم همین چیزا که کمی قدر نادری که قیمت بهاست این باید که نیست نشه بین نرود کمی فرزندای ما نبیره‌های ما و میذاره ببینن رسمش در کتاب نبینند از دن هر کس نشنود همین رو ببینند که در حقیقت همین چیزا در طبیعت ما زندگی میکنن هستند. صبحیو از تفتیش این محل ها سر می شود. در تاجیکستان نبوزی پرمشاخ یا مرخور در جنگلزارهای دشت جومی ناحیه شوراباد و قسمت یخچی ناحیه درواز موجود است. شکار آن با اجازه صورت می گیرد و شمار آن را اداره های دولتی معین می کنند. شکار یک بوزی پرمشاخ $50,000 آمریکایی و یا 400,000 سامانی نرخ دارد. سال گذشته در موضع زیستی مرخور تا 3 تای آن را شکار کردن اجازه بود. صفحه طلبکاران شکاری غیر قانونی نیز افزود و سبب شد که این جانور به نوعی نادر تبدیل یابد. عزیز شیرخان شکارچیان بومی را تشویق کرد برای حفظ طبیعت زادگاه خود برخیزند. 5 تن از شکارچیان سابق که دعوت‌های او را پذیرفتند برای حفظ حیوانات و پرنده‌های نادر به تأسیس جمعیت طبیعت دوستان اقدام کردند. یعنی بویگاری مملکت ما بویگاری تاجیکستان خیلی آدمانی هستند که نمیفهمند. خلاصا ما هم تا حال همون ترتیب کاریمون از روی یک رژه معین گذاشته شدیم. تلاش‌های 2 ساله این جمعیت برای حفظ بوزهای پرمشاخ و یا مارخور نتیجه داد. به گفته خودشان آنها توانستند 10 نفر از شکار کردن باز دارند. 2 سال پیش اگر در این محل از 6 تا 10 سر از این بوزی نادر مشاهده میشد، حالا سرشماری آنها از 30 سر هم گذشته است. 3 روز پیش تخمین رفته بودم در همون چشمه خان بیدم در روی چشمه او وقت هیچ کس نمیدید که در همین هنبوری و بز بگردم تماده بزی که نزدیک 50-70 متر نزدیکی دیدم که دیگه علاقه و بهتر راه میگردن. حدود زمین‌های جمعیت طبیعت دوستان بیش از 1000 گکتار را تشکیل می‌دهد. با جز از بوزهای پرمشاخ در این موضع 10 نوع پرنده‌ها، خرس، ببری برفی و گل و بوته‌های نادر محافظت می‌شوند. اینجا منطقه کوهی و شخیستان است که پناهگاه خوب برای حیوانات نادر دانسته می‌شود. با غیر ما جوانای با قوت جوانتر که با حرکتشون خوبتر است وابسته کردگیم حجت دادگیم حسابی تشکیلات که همین قریب که هر روز نفرای ما در همین هر گوشه همین چیز هستن روی خریطه سرحدا را به مردم میفهمونیم که از فلان جا تا فلان جا همین چیز همین خیلی حجت کننده شدگی بر رسمیت در آمدگی. بازرسی دولتی حفظ محیط زیست تاجیکستان امسال شکار 5 بوز پرمشاخ را اجازه داده است، اما اعضایان جمعیت طبیعت دوستان میگویند برای افزایش سرشمار مارخور حداقل باید 5 سال صبر کرد تا سرشمارشان بیافزاید. از کارکنان خواجگی جنگل، کمیته جنگل، از همون مقامایی که برای شکار اجازه میتن، همون اومده یک بار همین سرشمار همین بوز پرمشاخ در همه خواجگی که به همین کار مشغول هستن حساب کتاب کنن ببروین تفتیش کرده ببروین، برای که خیلی شبو سرشماری در کوری که برای شکار حقوق میتن همون ندارد.
یکی یک ایلاج میکنه میره شکار میکنه از یک فایده مفت میاد او در نوبت خود طبیعت ویران کرده شده است